أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب فضل الوالی العادلی، یعنی باب در مسئله فضیلت امیر یا زمامدار و مسئولی که عادل باشد. درباره مسئول عادل یا رئیس عادل چی فضیلت ها دارد؟ امام نووی رحمه الله در این باره برامون دلایل را تقدیم میکند. اولا دو آیت میارد. آیت یکم که قال الله تعالی، میگه گفت الله سبحانه و تعالی ان الله یأمر بالعدل والاحسان. هر آینه الله سبحانه و تعالی امر میکند، فرمان میدهد بالعدل والاحسان، برای انجام دادن عدل و برای انجام دادن نیکویی. یعنی الله سبحانه و تعالی انسانیت را برای عدل و نیکویی را عملی گرداندن و پیاده گرداندن امر و فرمان دادگی هست. و ایتاء ذی القربى، و همچنین الله سبحانه و تعالی امر میکند برای دادنی، یعنی کمک کردنی خویشاوندان، هر کسی که دسترسی دارد به دنیا یا از دنیا دسترسی مالیوی میتوند خویش تبارش را بکند، پس اونها را کمک بکند. و ینهى عن الفحشاء والمنکر، الله سبحانه و تعالی باز می‌دارد انسانیت را از فحشا، از گناهان آشکارا و پنهانی، و المنکری، و الله سبحانه و تعالی همچنین انسان را باز می‌دارد از کارهایی که منکر هستند، کارهای زشت و کارهای بی ارزش. و البغی، الله سبحانه و تعالی همچنین انسان را باز می‌دارد از بغاوت کردن، یعنی تجاوز کردن به حقوق دیگران. یعظکم لعلکم تذکرون، الله سبحانه و تعالی شما را وعظ میگوید، شما را نصیحت میکند، شما را پند میدهد. لعلکم تذکرون، شاید که شما پند بگیرید، شاید شما نصیحت را قبول بکنید، در زندگیتان عملی بگردانید. خب این سوره نحل اولین آیاتی که امام نووی رحمه الله در اینجا آورد، یعنی که الله امر میکند به عدل و احسان، چی پادشاه باشد، چی رئیس باشد، چی وزیر باشد، چی مردم عادی باشد، هر کس در بالای هر چیزی که مسئول است باید عدل را جاری و احسان و نیکویی را پیاده بگرداند. بعد از این میگوید و قال تعالی، دویم آیت رو میارد، میگوید و اقسطوا ان الله یحب المقسطین، یعنی عدل بکنید شما ای انسانیت. و اقسطوا یعنی شما عدل بکنید. ان الله یحب المقسطین، الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد انسان هایی که عادل هستند. مقسط یعنی عادل ها را الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد. خب این دو آیت بود در این باب. بعد از این میگذرد در قسم حدیث ها. حدیث 658 میگوید که و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. سبعتون یعنی هفت طایفه مردمی هست، هفت گروه مردمی هستند که یظلهم الله، یعنی جای میدهد الله تبارک و تعالی فی ظله در سایه اش، یوم لا ظل الا ظله، در آن روزی که سایه جز سایه الله وجود ندارد، سایه جز سایه عرش وجود ندارد. پس الله تبارک و تعالی در اون سایه عرش جای میدهد این هفت طایفه مردم را، این هفت قسم مردم را. اینها کی هستند؟ یکم امام عادل، یکم امامی که عادل هست، یعنی پادشاه و رئیسی راهبری عدل کننده و عادل را الله تبارک و تعالی در زیر سایه عرش جا میکند.
دویم و شاب نشأ بعبادت الله تعالی. دویم جوانی که رشد پیدا کردگی است، نشأ بوایه رسیده است یا رشد پیدا کرده است، یعنی بزرگ شده است به عبادت الله تعالی، با عبادت الله سبحانه و تعالی، یعنی در عبادت الله رشد پیدا کردگی هست. انسانی که با عبادت الله روز و روزگارش را پیش میبرد. این دویم طایفه. سوم طایفه و رجل قلبه معلق فی المساجد. سوم طایفه مردمی هست که قلب اون معلق است در مسجد، یعنی انسانی که دل بستگی است به مسجدها. هر کسی که دل بسته به مسجد است، یعنی که همیشه از دنبالگیری میکند وقت نماز را، تا اینکه رفته در مسجد نمازش را بخواند، پس این انسان هم همچنین از همین طایفه های هفتگانه هست. این سوم. و چهارم و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. و دو مردی که و رجلانی و دو مردی که تحابا فی الله، یعنی دوست شدند، دوستی با یکدیگر کردند، دوستی کردند با یکدیگر فی الله، این دوستیشون فقط و فقط برای الله بود. اجتمع علیه، پس این دو جوان با دوستی الله یک جا شدند، یعنی به خاطر الله، برای دوستی، برای فضیلت دوستی، خاطر الله را پیدا کردن یک جا شدند، جمع شدند، دوستیشون را دوام دادند. و تفرق علیه، و جدا شدند از یکدیگر به خاطر الله، یعنی یادش اگر که از راه حق دور شد و یکیش مقصد دوستی را دگرگون کرد و یا که فاسق و فاجر شد، این رفیقش اون را فقط به خاطر الله ترکش کرد. و این چهارم انسان هسته که در زیر سایه عرش است، دوستیش فقط به خاطر الله باشد. و پنجم و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال. و پنجم طایفه مردی هست که دعته فریاد کند، دعوت کند، بخواهد امرأة ذات منصب، زنی صاحب مقام و صاحب منصب و صاحب وظیفه، و جمال، با اون زن صاحب مقام و صاحب وظیفه جمال داشته باشد، زیبا و خوشرو و جمیل باشد. فقال، پس این مرد بگوید، دعوتش کند برای زنا کردن، پس این مرد بگوید که اینی اخاف الله، من از الله میترسم، من از الله تبارک و تعالی میترسم. گفتن با اون زنی صاحب جمال و صاحب منصب و صاحب مقام نزدیکی نکند، با اون زنا نکند، فقط به خاطر الله که بگوید اینی اخاف الله، من از الله میترسم. این مردم در روز قیامت در زیر سایه عرش می باشد. و ششم و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. و رجل و مرد، ششم طایفه مردی هست که تصدق بصدقة، صدقه دادگی است، یک صدقه ای که فاخفاها، پس اون صدقه را پنهان کرده است، اون صدقه را خفیانه گردانده است. حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، تا اینکه نداند دست چپش آن چیزی را که دادگی است، انفاق کردگی از دست راستش. مقصد از دست چپش نداند و دست آن چیزی را که دادگی از دست راستش، ریا نداشته باشد، بریا این کار رو انجام دادگی باشد. این انسان هم همچنین در زیر سایه عرش می باشد. و آخرین طایفه و هفتم طایفه که در زیر سایه عرش هستند، میگد و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یعنی مردی که یاد الله کرد، ذکر الله یعنی به یاد الله افتاد و یاد الله را کرد، خالیا تنهایی یا در تنهایی، خودش تنها بود در پیش مردم برای ریانی، خودش تنها الله را یاد کرد. ففاضت عیناه، پس اشک جاری شد، پس اشک سرازیر شد از چشمان این انسانی که الله را فقط و در تنهایی یاد کرد و چشمانش آب آلود و اشک سرازیر شد.
این انسان هم همچنین در روز قیامت در زیر سایه عرش هستند. پس این 7 طایفه مردم در زیر سایه عرش هستند. متفقون علیه، که این حدیث متفقون علیه است. خب این بود حدیث 658. بعد از این حدیث 659: وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال، میگوید که از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان المقسطین عند الله على منابر من نور. میگه پیغمبر گفت که هر آینه مقسطها یعنی که عادل ها، انسان هایی که عدل دارند، انسان های عادل عند الله علی منابر من نور، در نزد الله تبارک و تعالی علی منابر من نور قرار دارند، یعنی قرار دارند بر بالای منبرهایی که از نور هستند. اون منبرها بر بالای آن همون منبران نورانی انسان های عادل قرار میگیرد. الذین، اکنون کدام نمود عادل ها چی را در نظر دارد پیغمبر از مقسطین؟ میگه الذین یعدلون فی حکمهم، همون عادل هایی که یعدلون فی حکمهم، در حالت حکم برآوردن عدالتانه حکم می برارد، یعنی حکمش با عدل و با انصاف است. و اهلیهم، و همون کسانی که عدل میکند در خانوادهش و فرزندانش، در بین فرزندانش، و اگر چند همسر داشته باشد و نسبت به چند بین همسرانش عدل میکند، یا یک همسر هم که داشته باشد با اون همسرش عدل جاری میکند، نه ظلم و ستم، نه افراط و زیاده روی، بلکه با عدل و با میانه روی این کار انجام میتید. و ما ولو، و همچنین کسانی که عدل را پیشه میکند در آن چیزی که مسئول هستند. و ما ولو یعنی در آن چیزی که ولو یعنی که مسئول گشتگی هستند، یعنی آن چیزی که در زیر دستشون هستند، غیر از حاکمی عدل میبروردگی و غیر از کسی که به اهل و خاندانش عدل میکند، غیر این کسانی که هر کاری که هست، یعنی کسی در هر کاری هست. مثلا یک انسان در مغازین یک کس میره و کار میکند، باید در اون مغازین عدل جاری بکند، یعنی ظلم و ستم در حق صاحب مغازین نکنه. یا آدم در استرویکا است، در اون استرویکا باید ظلم نکند. یا آدم دیگه در هر وظیفه‌ای که هستی باید عدل جاری بکنی، یعنی که ظلم و ستم نه افراط باشد و نه تفرید، یعنی نه زیاده روی و نه کوتاهی، بلکه با عدل و عادلانه انجام داده شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست که باید هر انسان در وظیفه خود، در منصب خود عادلانه رفتار بکند. خب بعد از این حدیث 660: وعن عوف بن مالک رضی الله عنه قال، یعنی که از عوف بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت، پیغمبر میگفت که خیار ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم، یعنی بهترین راهبران شما، ائمتکم مثلا راهبر و زمامدار و مسئولانی که هستند، بهترین راهبران شما الذین تحبونهم، همون کسانی هستند که تحبونهم یعنی شما ویها را دوست می‌دارید، همون رئیساتون را دوست می‌دارید. هر رئیسی را که زیر دستانش تابعانش دوست بدارد، پس اون بهترین رئیس است. و یحبونکم، و همچنین اون رئیس هم، اون راهبر هم، اون زمامدار هم شما را دوست می‌دارد. از دو طرف دوستی هست، یعنی که مردم رئیسشون رو دوست می‌دارد، رئیسشون مردم رو دوست می‌دارد، دوستداری زبانی نه، دوستداری قلبی. و تصلون علیهم و یصلون علیکم، و تصلون یعنی دعای خیر میکنید علیهم برای اون رئیس هایتان، برای اون راهبرهایتان، و شما دعای خیر در حق راهبرهایتان میکنید. و یصلون علیکم، و اون راهبرهایتان
برای شما دعای خیر میکند. یعنی دعای خیر قلبا از دو جانب، از طرف مردم برای رئیس و از طرف رئیس برای مردم. پس این بهترین زمامدار و بهترین راهبر هست. اکنون بدترین راهبر کی است؟ پیغمبر میگوید که و شرار ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم، یعنی بدترین راهبران شما، بدترین مسئولان شما، الذین، یعنی کسانی هستند که تبغضونهم، یعنی که شما متنفر هستید از اون رئیس، شما بد میبینید اون رئیس را، و یبغضونکم، و اون رئیس هم از شما متنفر است، اون رئیس هم شما را بد میبیند، شما را دوست نمیدارد. و تلعنونهم و یلعنونکم، و شما نفرین و لعنت میفرستید به رئیستان، و یلعنونکم، رئیستان هم به شما نفرین و لعنت میفرستد. یعنی از دو جانب لعنت فرستادن هست که رئیس به مردم و مردم به رئیس لعنت فرستادنی میکند یا لعنت میفرستند. پس اینها بدترین رئیسان و بدترین راهبران و بدترین مسئولان هستند. قال، پس گفت، قلنا یا رسول الله، عوف بن مالک میگه گفتیم که ای رسول الله، افلا ننابذهم، این رئیس را که ما از اون متنفر هستیم، او از ما متنفر است، ما با اون نفرین میفرستیم، او به ما نفرین میفرستد، افلا ننابذهم، یعنی آیا با اون رئیس ما نجنگیم، آیا مبارزه با اون نبریم، بر ضدش نخیزیم؟ قال لا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نه، ما قاموا فیکم الصلاة، تا زمانی که در بین شما نماز میگذارند. قاموا فیکم الصلاة یعنی در بین شما نماز گذاشته میشود و نماز میگذارد، تا اون زمان شما بر ضدش نجنگید و بر ضدش نبرایید. لا ما قاموا فیکم الصلاة، پیغمبر این سخن را دو بار تکرار کرد که نه تا زمانی که در بین شما نماز میگذارند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 661 و عن عیاض بن حمار رضی الله عنه قال، یعنی که از عیاض بن حمار رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که میگوید که اهل الجنة ثلاثه، یعنی اهل جنت، مردم جنتی، ثلاثتون، یعنی این سه گروه هستند، این سه طایفه هستند. اون طایفه ها کی هستند؟ یکم ذو سلطان مقسط موفق، یعنی که کسی که ذو سلطان است، یعنی که سلطنت دارد، یعنی قدر و قیمت و حکمران است، یعنی پادشاهی دارد. مقسط، بسیار عادل است. مقسط یعنی عادل است در اون سلطنت و در حکمرانی و در بگیم عزتی که دارد. موفق، این انسان باز موفق هم هست. موفق در چی است؟ در فرمان برداری الله، یعنی الله تبارک و تعالی را همه فرماناش اجرا میکند و همچنین موفق است در اجرا کردن شریعت الله تبارک و تعالی، شریعت الله را در بین مردم جاری میکند. این یکم انسان است که در اهل جنت است. در این دنیا همین را دیدی، صاحب سلطان عادلی جاری کننده شریعت الله را دیدی، بدان میگد کی است؟ اهل جنت است. یکم. و دوم و رجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى و مسلمین. دوم میگد که اهل جنت در این دنیا دیدی مرد را، و رجل مرد را، زن را هم فرق ندارد، مرد و زن، مرد را یا زن را، یعنی مسلمان را، رحیم، اون مرد و زن بسیار مهربان است، مرد و زن مهربان است. رقیق القلبی، بسیار دلسوز است. لکل ذی قربه و مسلمین، برای هر خویش تباری خودش باشد یا برای هر مسلمانی که باشد، یعنی هر مسلمان در دلش میسوزد، هر مسلمان قطعی مهربان هست. پس این طور انسان را هم دیدی، بدان که این انسان از اهل جنت است. این دوم انسان. سوم انسان کی است؟
سیم انسان و عفیف متعفف ذو عیال. سیوم انسان که در این دنیا دیدی بدان از اهل جنت است، عفیف است، یعنی کمبغل. عفیف یعنی فقیر و نادار و بیچاره ضعیف، کمبغل عفیف. متعفف است، باز عفیف است، کمبغل است، باز متعفف است. متعفف یعنی چی؟ یعنی از دیگرها درخواست مال نمی کند، طلبندگی نمی کند، پیش دیگرها دست دراز نمی کند. کمبغل است، دست درازی و طلبندگری نمی کند. ذو عیال هم هست، باز یعنی که آیلدار هست، فرزنددار هست و در زیر دست چند نفقه خوری هست که باید اونها را زندگیشون، نفقهاشون تأمین بکند. اما با وجود این، با وجود کمبغلی و با وجود آیلداری و فرزندداری و در زیر دستش کسانی که باید اونها را تأمین بکند، با وجود این دست درازی نمی کند، یعنی که طلبندگری نمی کند. این انسان هم در روز قیامت در جنت است، یا که این انسان هم در این دنیا دیدید این طور انسان را بدانید که از اهل جنت است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده هست. با همین این باب با پایان رسید. بعد از این باب وجوب طاعت ولات الامر، یعنی باب واجب بدن اطاعت کردن راهبران، اینش ان شاء الله اطاعت کردنشون در غیر معصیت، در غیر معصیت اگر گناه نباشد اطاعت کردن راهبران، ان شاء الله این را درس آینده بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.